روزی زن جوانی نزد پیامبر اسلام آمد و گفت: ای رسول خدا، من زنی تنها هستم، شوهرم از دنیا رفته و کسی را ندارم. دیشب سایه‌ای روی دیوار دیدم و ترسیدم و تا صبح نخوابیدم. شاید دزد بود. از شما میخواهم مرا شوهر دهید. پیامبر نگاهی به جمعیت انداخت، نگاهشان به مردی جوان افتاد. با مهربانی فرمود: آیا ازدواج کرده ای؟ گفت: نه یا رسول الله. فرمود: میخواهی با این زن ازدواج کنی؟ جوان گفت: اختیارم با شماست. پیامبر آنان را به عقد هم درآورد. مرد به خانه رفت، اما تمام شب را به نماز و عبادت پرداخت. زن با تعجب گفت: عزیزم، مگر می شود کسی در شب عروسیش اینطور عبادت کند؟ جوان با چشمانی پر از اشک گفت: ای همسر عزیزم، من همان دزدی هستم که دیشب به خانه ات آمدم. وقتی تو را دیدم خوشم آمد و خواستم بر تو وارد شوم، اما ناگهان به یاد خدا افتادم و از گناه دست کشیدم و توبه کردم. خدا هم پاداش توبه هم را با دست پیامبرش به من داد. حالا آیا شایسته نیست شکر این نعمت را به جا آورم؟ اگر خوشت اومد بنویس: خدایا شکر.